برتر دانستن مشهد نسبت به مدینه منوره. حتی اونهایی که تو مدینند، حتی اونهایی که تو کربلاند، آرزو دارن مشهد باشه. بینندگان گرامی، سخنان آیت الله علی بیزدی را شنیدید و اینک این توضیح را ملاحظه فرمایید. مجلسی در بهارالانوار از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه نقل می کند. ایشان در خطبه ایشان فرمودند: شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: المدینة حرم ما بین عیر الی ثور، فمن احدث فیها حدثا او آوى محدثا فعلیه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین لا یقبل الله منه صرفا ولا عدلا. مدینه از میان عیر تا ثور حرم می باشد و اگر کسی در آن بدعتی بگذارد و یا مبتدعی را پناه دهد، لعنت خدا و رسولش و ملائکه و همه مردم بر او باد و خداوند در روز قیامت هیچ فریضه و نافله‌ای از او قبول نمی کند. و آیت الله علی نمازی در کتاب مستدرک سفینة البحار چنین ذکر می کند: روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما قدم المدینه و هی اوبأ ارض الله فقال اللهم حبب الینا المدینه كما حببت الینا مکه و صححها لنا و بارک لنا فی صاعها و مدها و انقل حماها الی الجحفه. روایت شده است که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شدند، مدینه پرمرضترین سرزمین خدا بود. پس ایشان چنین دعا نمودند: بار الها، مدینه را چنان در نزد ما محبوب بگردان که مکه را محبوب گردانیده ای و آن را برای ما دارای سلامتی بگردان و در ساع و مد آن که کنایه از روزی است برکت بنه و تب و بیماری آن را به جحفه، منطقه خارج شهر مدینه، منتقل کن. و همچنین آیت الله نمازی میگوید: و فی الروایات بان الصلاة فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم تعدل عند الله 10,000. و در روایات آمده که یک نماز در مسجد النبی برابر با 10,000 نماز در نزد خداوند متعال می باشد. بیننده گرامی، اکنون بنگرید چگونه آیت الله علی بیزدی مشهد را بر مدینه منوره برتر می دارد، در حالی که مدینه شهری است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سوی آن هجرت نمودند و بهترین سالهای زندگیشان را در آن گذراندند و حتی پس از فتح مکه ترجیح دادند تا به سوی مدینه بازگشته و در آنجا از دنیا بروند و نیز همانجا دفن شدند. بیشتر آیات قرآن کریم در این شهر مبارک بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردیده است. در احادیث صحیح آمده یک نماز در مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برابر با 1000 نماز است. آیا مسلمان عاقل زیارت یک بارگاهی که اساس بنای آن خلاف شریعت الهی بوده را بر فضیلت نماز گزاردن در مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ترجیح می‌دهد؟